سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 28 نوامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. در روسیه یک زاده دیگری بدخشان ناپدید شده است. خویشاوندان امید الیفشایف میگویند او را افراد نقاب‌پوش از خانه‌اش بردند. تظاهرات بی سابقه به ضد چاره‌های پیشگیری از کووید 19 و حکومت در چین. در همسایه کشوری عظیم و شریک نزدیکی تاجیکستان چی می‌گذرد؟ یکی از مخالفان سیاسی تاجیکستان در اوکراین جنگ زده چی کار می‌کند؟ شراف‌الدین گدایف هدف سفرش را با اوکراین شرح داد. بیشتر از شهروندان ما می‌بینیم که در جنگ اوکراین از جانب روسیه سفربر کرده می‌شوند. مقامات روسیه یکی از زادگان دیگر ولایت مختار کوهستان بدخشان را دستگیر کرده و به مقامات تاجیکستان سپردند. نزدیکان امید الیفشایفی 34 ساله امروز بر رادیو آزادی گفتند که چند مسلح نقاب‌پوش امید را روزی 22 نوامبر به زور از خانه گرفته بردند و او بعداً از فرودگاه به خویشانش زنگ زده گفته است که او را به تاجیکستان میبرند. نزدیکان الیفشایف گفتند نمیدانند که گناه او چیست. بعد از سرکوب خونین تظاهرات بدخشان، روسیه ده‌ها زاده آن را به دست مقامات تاجیکستان داد. به سالهای زیادی حبس محکوم شدن آنها تنقیدهای شدید سازمانهای بین المللی را به میان آورد. این محاکمه ها پس درهای بسته جریان میگیرند و تفصیلات آنها رسانه‌ای نمی شود. برنامه را با خبری از کشوری همسایه تاجیکستان ادامه میدیم. در شهرهای گوناگون چین ساکنان بر ضد چاره‌های سخت پیشگیری از کووید 19 تظاهرات کردند. چون این اعتراضی ساکنان در چین که نظام سخت گیرانه دارد کم سابقه است. اعلان کرانتین سخت و یک حادثه مرگبار در شهر ارومچی سبب خشم مردم در این کشور شد و آنها به کوچه ها ریختند. در کشور همسایه تاجیکستان حالا چی می‌گذرد؟ از اسکندری خواجه میرزاده میشنویم. شب یکشنبه 27 نوامبر صدها اعتراضگر با پلیس شانگهای دست به گریبان شدند. طلب لغو محدودیت‌های مربوط با مقاومت به کووید در چین 3 روز پیش بعد سوختار مرگبار در ولایت غربی شینجان آغاز یافته، حالا در سراسر این کشور توسعه یافته است. سرکشی دستجمعی عملی نادر در 10 سال رهبری سی جین پین به شمار می رود. مردم از محدودیت‌های ضد سرایت کووید که 3 سال اینجانب دوام دارد به غضب آمده است. اعتراض در شهرهای ووهان و چنگدو و یک عده دانشگاه‌های سراسر چین نیز جای داشت. سی جین پین می تواند که به سادگی سیاست نو را در رابطه با کووید اعلان کند، ولی این تغییر امکان دارد همچون ضعف رژیم ارزیابی شود. رهبر چین از جانبداران مبارزه برای محو کامل کووید است و اخیراً این سیاست او دستگیری یافته بود. حالا او نمی‌خواهد که زیر فشار اعتراضگران از اقدام‌هایش دست کشد. 24 نوامبر بر اثر سوختار در یک بینای بسیار طبقه شهر ارومچی ولایت غربی شینجان کمش 10 کس به هلاکت رسید. این حادثه باعث واکنش‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی گردید. کاربران محدودیت و گوشه‌نشینی مربوط با کووید را یکی از سبب‌های فوت انسان‌ها عنوان دادند. 4 میلیون اهالی این ولایت هممرز با تاجیکستان طولانی ترین کرانتین را پشت سر کرده دوام 100 روزی گذشته اجازت نداشت از خانه بیرون شود. اما روز شنبه مقامداران ولایت شینجان نشستی مطبوعاتی برگزار نموده تاکید کردند که محدودیت‌های مربوط با سرایت کووید به سوختار و فوت آدمان ربطی ندارد. روز یکشنبه پلیس چین افسران زیادی را به مکان اعتراضها در شهرهای شانگهای و چنگدو سفربر کرد. در شهر ووهان که سرچشمه سرایت کووید به شمار می رود، اعتراضگران با ورق خالی در دست به کوچه ها برآمده به طرفداری از برکنارشوی سی جین پینگ صدا بلند کردند. مثل آن در چندین شهر دیگر مردم ناراضی گرد هم آمده قطع محدودیت ها را در میان گذاشتند. به قول آنها تا هنوز در شهرهایی که یگان حادثه کووید ثبت نشده است محدودیت و گوشه‌نشینی جاری می باشد. در دوران رهبری جین پین در چین فضای دیگراندیشی تقریباً محو شد. مردم عادتاً ناراحتی خود را در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌کنند.
شورای آمریکایی یادآور می شود که مقیاس اعتراض کنونی در مقایسه با گردهمایی‌های سال 1989 در میدان تیانانمن پکین خردتر است، ولی آن همگی یک ماه پس از انجمن حزب کمونیست چین که حکم سی جین پین را تمدید کرد به وقوع پیوسته است. شراف‌الدین گدایف، عضو سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان که نیم ماه در اوکراین قرار داشت، میگوید با زندگی مردم و خرابی‌هایی که ارتش روسیه به جا گذاشته است از نزدیک شناس شد. این عضو پیمان ملی تاجیکستان که در اروپا زندگی میکند گفت با نشر خلاصه سفرش در شبکه‌های اجتماعی به تاجیکان پیام داد که از طرف روسیه در این جنگ اشتراک نکنند. ساعت پیش از برنامه با شراف‌الدین گدایف صحبت داشتم و او درباره هدف‌های سفرش پرسیدم. از شهروندان ما می‌بینیم که در جنگ اوکراین از جانب روسیه سفربر کرده می‌شوند و موبیلیزاسیا و دیگر قانون‌هایی رو که برای شهروندان ما ضرورت است آنها رو بفهمونیم، از موبیلیزاسیا دست بکشند و به اوکراین به جنگ نروند. هدف ما این است. من از شهرهای ادسا، خارکوف و کیف و شهرهای بوچا، ایرپین، گاستومل و برادیانکا دیدن کردم و در این شهرها برعلا دیده می شود که روسیه در این شهرها از تاکتیک‌های تروریسم استفاده بردگی است، چون با استفاده یراق وزمین بر ضد مردم آسایشته، خراب ساختن بیناهای استقامتی مردم و کشته شدن مردم در راه‌ها که با اتومبیل‌های شخصی خود از جنگ فرار می‌کردند، آنها را من دیدم. از شراف‌الدین گدایف همچنین پرسیدم که آیا در اوکراین با تاجیکان نیز واخورد و آنها درباره جنگ چی میگویند؟ بله، من با تاجیکانی که در مقیم اوکراین هستند با آنها صحبت داشتم و همه آنها از برد و باش در کشور اوکراین راضی هستند و تا امروز هیچ تغییری یا اینکه هیچ حقوق آنها در اونجا محدود یا که دغلانه ویران کرده نشدگی هستند و آنها در مورد مقایسه که زندگی در روسیه خوب است یا در اوکراین، آنها گفتند که بهتر و خوبتر هزاران بار در اوکراین زندگی آنها خوب است، چون در روسیه مردم تاجیک را بیشتر تحقیر میکنند. تاجیکانی که در کشور اوکراین بودند یک مقدارش بیرون رفتن و دیگر برنگشتند و یک مقداری آنها دوباره برگشتند، چون یک دلبستگی با اوکراین دارند و تاجیک‌های نیز هستند که در صف قوه‌های مسلح کشور اوکراین بر ضد روسیه می‌جنگند، چون آنها شهروند اوکراین هستند. شراف‌الدین گدایف، عضو سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان بود که درباره سفرش به اوکراین جنگ زده با ما صحبت می‌کرد. بعد یک آگهی کوتاه برنامه را با گزارشی از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. یک جوانی 27 ساله در ناحیه شمس‌الدین شاهین پس از 5 سال تحصیل در دوشنبه به زادگاهش برگشت و به طبابت حیوانات بیمار مشغول است. برای سامان سیف‌الدینوف کسب بیطاری در این ناحیه آبرو آورده است و حالا 10 نفر نزدش کار افتاده می شوند. محمود جان رحمتزاده از زندگی و کار این جوان گزارش آماده کرده است. پای این سگ از دو جایش شکسته است. صاحبش برای پیدا کردن طبیب حیوانات چندین کس را پرسیده است. یکی از شناسایش به او سراغ سامان سیف‌الدینوف را داده است. سگ را از دهه خیرمنجای ناحیه شمس‌الدین شاهین به نزد طبیب آورده است. روزانه مثل صاحب این سگ 10 نفر به نزد سامان سیف‌الدینوف می آیند. خیلی دکتر نداریم خیلی. بعد یک کسی که همینجا را عادی ثابت کردم که همینجا برام میآورد. این سگ ذات آلمانی میان مردم با نام افچرکه مشهور است. یارلی سگ را از خردی بزرگ کرده رکس نام گذاشته است. پایهای رکس را ماشین زیر کرده شکسته است. رکس را بیهوش کرد تا به پایش گچ بندد. در 10 روز به گفته طبیب استخوان‌های شکسته جای خود را میگیرند. بعد 10 روز صاحب سگ میتواند گچ را بگیرد. نخنبده به قپاو نخنبه.
کاری هر روزه سامان جراحی، شکسته‌بندی و امثال اینها است. او 27 سال داشته سال 2017 دانشگاه اگراری را با اختصاص بیطار ختم کرده است. خودش میگوید که طبابت حیوانات را دوست می‌دارد، اما نگاه بینی آن را نه. برای جراحی این گاو به ناحیه همدانی دعوتش کرده اند. این گاو چیزی خورده است و باید جراحی شود. پیشکی دارو میتیم، نسوی کچمریچ میتیم. اگر که هوی نکنه تا پگره میبینیم یک روز پسش میبینیم حرکت نیست دم میدو، بعد جراحی میکنیم. میگوید که کار را از سال 2018 آغاز کرد و پرنده های خانگی را هم معالجه میکند. سامان از کودکی هوس بیطار شدن را نداشت. اعتراف میکند که انتخاب دانشگاه یک تصادف بود. تصادفی خوبه که سامان را دلبسته کسب کرد. در شبکه‌های اجتماعی هم فعال است. خودش میگوید گاهی به او باور نمیکنند، ولی وقتی حیوانشان صحت میشود میآیند و سپاسگزاری میکنند. خرج کارش هم به خرج راه و دارو و ابزارهای طبی وابسته است. جراحی گرانترین تا 400 سامانی ارزش داشته است. اما برایش مهم معالجه حیوانات و رها کردن جانوران بی‌زبان و دستیاران انسان از درد و رنج است. در شهر لس آنجلسی آمریکا یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های ماشین در جهان خاتمه یافت. شرکت‌های ماشین سازی در نمایشگاهی که از 18 تا 27 نوامبر ادامه کرد، امسال بیشتر ماشین‌های برقی و پیشرفته را برای نمایش و پیدا کردن خریدار آوردند. گزارشی را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. به نمایشگاه ماشین‌ها در لس آنجلس که امسال 115 ساله می‌شود بیشتر از 1000 ماشین آوردند. نمایشگاه‌ها فرصت برای مشتریان است که ماشین‌ها را ببینند، دست بزنند و بدانند که کدام ماشین‌های نو به بازار می‌آیند و چه ابزاری نو دارند. ریکاردو رودریگز لونگ متخصص این ساحه میگوید دیگر ماشین‌ها با نظرداشت خواسته مشتریان و طلبات حکومت‌ها برای محیط زیست بی‌ضرر می‌شوند. بدون شک تمایل فعلی استحصال بیشتری ماشین‌های برقی است. هرچند بسیاری از شرکت‌ها هنوز ماشین‌های بنزینی دارند، ولی ماشین‌های هیبرید و برقی هم می‌سازند. احتیاج به چنین ماشین‌ها به خصوص در کالیفرنیا زیاد می‌شود، زیرا این ایالت یکی از بزرگترین مشتریان ماشین در جهان است و می‌خواهد تا سال 2035 در قلمروش ماشین‌های آلوده کننده محیط حرکت نکنند. از آنچه من می‌بینم پذیرش ماشین‌های برقی اوج می‌گیرد. اکتاویو ناوارو متخصص ماشین‌های برقی است. 2 سال پیش شاید 20 ماشین برقی بود. حالا بیشتر از 40 ماشین است، از ماشین‌های خرد برقی تا بارکش. شرکت فورد ماشین برقی مچ را آورده است. دوج هم ماشین برقی دایتون SRT را، والوو و کیا نیز آفریده‌هایشان را نمایش می‌دهند. پورش نیز دست خالی نآمده است و وینفست شرکت نوپای ویتنامی برای معرفی خود 2 ماشین برقی را به نمایش گذاشته است. ستاره نمایشگاه ماشین هایپرکاری شرکت هایپریون است که شبیه کشتی کیهانی است و موتورش با گیدرگن کار میکند. برابر 2000 اسب قدرت دارد و در 5 دقیقه نیرو میگیرد. نرخش $2.5 میلیون است. اینها ماشین‌های فاخر هستند ولی مشتری دارند. مثل لامبورگینی، فراری به فروش می‌روند. بازیگران نو مثل هایپریون هم با ماشین‌هایشان به نمایشگاه آمدند. ماشینش 400 کیلومتر در یک ساعت حرکت می‌کند. مثل موشک است. ماشین‌های خاکسارانه ارزان‌تر نیز هستند، مثل تویوتا که مدل‌های نو پریوس 2023 و ماشین هیبرید پریوس پرایم را معرفی می‌کند. چه خرد و بزرگ یا فاخر و ساده نمایشگاه لس آنجلس بیان کرد که ماشین‌های برقی ماشین‌های آینده هستند. اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. خبرهای از این بیشتر و تازه را در وبسایت azadi.org، صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و توییتر پیدا می‌کنید. اگر نظری یا خبری دارید می‌توانید به ما نویسید. شماره‌های تلفنی ما در وبسایت و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی هست. سپاس از همراهی و تا برنامه‌های آینده. خدا نگهدار.